درود و مهر خدمت شما دوست داشتنی های خودم. حالتون چطوره؟ من شراره هستم و شما در کانال کائنات و نشانه ها با شراره اینجا هستید تا بهتون بگم. یه نفر هست که به شدت فکرش درگیر شماست و از مدت ها داره از دور برای شما انرژی میفرسته، بهتون فکر میکنه و حتی بهتون نگاه میکنه. انرژی دلتنگی در این ریدینگ کاملا باید وجود داشته باشه، چون دقیقا همین فرکانس من رو مجاب کرد که این ریدینگ رو براتون انجام بدم. مطمئنا راجع به فردیه که یا این آدم رو میشناسید یا یه پیشینه‌ای باهاش داشتید یا شاید روش کراش دارید و یا حتی شخصی که روی شما کراش داره و شما اصلا اطلاع ندارید. در موردش قرار با هم صحبت بکنیم. انرژی های غالب رو خواهیم داشت. دستتون رو بذارید روی قلبتون، با کد 639 در مدار آگاهی قرار بگیرید. در واقع کدی که دارم بهتون میگم به چاکرای قلبتون اتصال کامل رو داره و میتونه که انرژی های احساسی فرد مقابلتون رو کاملا دریافت بکنه. بریم ببینیم چه خبره. لایک انرژی هایتون رو فشار بدین ببینم عزیزانی که به تازگی به جمعمون پیوستید. اگر شما میخواید مثل همیشگی ها از این نشانه ها استفاده بکنید و انرژی های غالب بیشتری رو داشته باشید، کافیه چند ثانیه زمان بذارید و کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فشار بدید تا از محتویات جدید مطلع بشید. بریم ببینیم چه خبره. حتما این چند ثانیه بر زدن و چیدمان رو دنبال کنید تا بتونید انرژی های بیشتری رو دریافت کنید. از همین لحظه هر کارتی که دریافت بشه برای شماست به این شکل و دریافتمون رو شروع میکنیم. میخوایم ببینیم که شخصی که مد نظرتونه که میخوایم راجبش بدونیم چه کسیه و میخوایم که بیشتر بدونیم. لطفا توضیحاتی که لازمه در این خصوص برای دوستان گفته بشه. بسیار هم عالی. شخصی که الان ذهن بسیار درگیری نسبت به شما داره رو قراره که اینجا بررسیش بکنیم که چه کسی هست و چه خصوصیاتی میتونه که داشته باشه. اوکی. خصوصیات فردی که نگاهش از دور روی شما ثابت شده. اوکی. متشکرم. من یه ردیف دیگه کارت میگیرم برای توضیحات بیشتر از طرف مقابل شما. و کارت آخر برای شما و این هم ته کارت شما. اولین آیتمی که در مورد این فرد وجود داره اینه که ما با شخصی مواجه هستیم بسیار احساسی و خجالتی. کسی که ترسیده، یا بهتره بگم به خاطر این علاقه‌مندی و دوست داشتنش در مورد شما حس ترس و نگرانی در این آدم به وجود میاد. حتی انگار اعتماد به نفس کافی رو در مقابل همه داره جز شما و حتی به خاطر این کمرویی در بیان احساسات ممکنه یه نقاب بی‌تفاوتی روی چهرش داشته باشه که جوری نشون بده که اصلا انگار احساسی وجود نداره. دلهوره در این آدم کاملا مشخص. اگر خانم هستید دارید به این تصویر نگاه میکنید، پارتنری میتونه باشه که در واقع این آقا از جریان‌های مرتبط به حالت چهره میخواد برای ما اینجا صحبت بکنه. صورتی که میتونه ریش داشته باشه یا حداقل ریش و سبیل رو در کنار همدیگه کم یا زیاد میتونه داشته باشه. به هر حال این یه آیتمی بود که باید بیان میشه. اما اون چیزی که کاملا مشخصه، مطمئن نیست.
و در خصوص این ارتباط، در خصوص ریاکشن شما در مورد خودش اصلا اطمینان خاطر نداره و به همین خاطر با نگرانی خودش رو دور نگه داشته. حتی این رو هم میتونم به صحبت هامون اضافه بکنم که این آدم احتمالات زیادی رو در نظر گرفته و برآوردهای زیادی در مورد اینکه اگر به شما نزدیک بشه و حتی پیامی براتون ارسال بکنه چه ریاکشنی میتونه از شما دریافت کنه رو مرتبا با خودش، با انتظاری که متوجه میشد که ممکن از این ماجرا داشته باشه یا انتظاری که اصطلاحا میگن انتظار میره یه اتفاقی بیفته، این برآورد رو برای خودش داشته که به عنوان مثال اگر پیامی بهتون بده تو شبکه‌های اجتماعی، پیامکی ارسال بکنه، براتون بنویسه به هر حال به نوعی و بتونه اون رو ارسال بکنه، آیا ریاکشن مد نظر اتفاق میفته یا ممکنه شما عکس العمل غافلگیرانه یا غافلگیر کننده براش داشته باشید و این خب باعث شده که مرتبا این چالش رو پشت سر بذاره که اینقدر نیاز داره به این ارتباط، اینقدر دوست داره این ارتباط رو داشته باشه، اینقدر دلش میخواد که در رویای خودش یه فرصتی رو با شما داشته باشه. آیا این تحقق پیدا خواهد کرد؟ یعنی باید بهتون بگم شخصی که راجبش داریم صحبت میکنیم مسلماً شما رو شبیه به یک عامل ممنوعه تصور میکنه، یا شما متأهلید یا این آدم متأهله و یا اینکه موانعی وجود داره که به هر حال این ارتباط رو ممنوع از نظر این آدم میتونه که جلوه داده باشه. حالا ممنوعیت ارتباط هم به دلایل متفاوت اتفاق میفته که خودتون بسته به ارتباطی که الان کم کم راجبش صحبت میکنیم حتما متوجه خواهید شد که این شخص چه کسیه و چه محدودیت هایی باعث میشه که با وجود تمام تشنگی و وسوسه ارتباط با شما که در این آدم وجود داره هنوز این اشتیاق وجود داره و نتونسته که حرکتی بکنه. یه چیزی در مورد این آدمی وجود داره و اونم اینه که یکی از دلایلی که تا این حد در مورد شما شاید در این وضعیت قرار گرفته اینه که تا حد بسیار زیادی خلاف بقیه رفتار کردید. معمولا از اون دست آدمایی که سر جاش میمونه و دیگران به سمتش میرن. شاید در گذشته هم شما همین کار رو کردید با این آدمه، ولی الان مدتیه که با شما فاز عوض شده، یعنی دیگه انگار خبری از پیگیری های شما نیست و شاید واقعا اون تکنیکی که من معمولا هر 2 هفته یک بار یا حدودا هفته یک بار در کانال میذارم در مورد اینکه اگر سکوت بکنید یا کناره‌گیری بکنید چه اتفاقی برای ارتباط میفته که تو کانال اول بهش پرداخته میشه، شاید از اون تکنیک دارید استفاده میکنید که تاثیرگذار بودید. حالا بستگی داره که من با توجه به اینکه قدم به قدم جلو میریم چه کسی رو بخوام بهتون خصوصیاتش رو بدم. ببین راجع به این آدمه داره میگه که اصولا آدمیه که اگر خواستنش بخواید به همین شکل بمونه و تغییر نکنه و همچنان در آرزو و نیاز نسبت به شما باشه، نباید یک دفعگی صد خودتون رو به این آدم ارائه بدید. یعنی نباید هر چیزی که میخواد در اختیارش گذاشته بشه، یعنی همون در دسترس بودن اما در اختیار نبودن که من بارها بهش تاکید کردم. امیدوارم که حداقل هم یه دونه تکنیک رو از انرژی خوانی‌های من یاد گرفته باشید. اما کاملا مشخصه که به هر حال در این موقعیت خواسته ناخواسته داره این ماجرا پیاده سازی میشه و این آدم واقعا دیگه گیر کرده و نمیدونه بعد چه کار بکنه، چون دیگه از شما پیگیری خاصی اتفاق نمیفته و شاید خودش حتی مانعی از این مسئله شد، شاید بلاکتون کرد، راهو بست و الان حتی روی از بلاک خارج کردنتون رو هم نداره. به هر حال هر کاری که کرده هنوز اشتیاق در مورد شما وجود داره. تردید داشتن در این آدم کاملا توی لاین بعدی مشخصه. تردیدهای زیادی وجود داره، یعنی ایده هاش رو هنوز خیلی ایده های اجرایی تصور نکرده. اصلا از اون دست آدمایی که میگه به من زمان بدید من بتونم تصمیم بگیرم، من نمیتونم یه تصمیم بزرگ بگیرم و این میتونه به خاطر این باشه که شاید یا گزینه‌های دیگه روی میز داره یا اصولا آدم محافظه‌کاریه و تصمیماتش رو خیلی سخت میگیره. ولی به هر حال میدونید یکی از تصویرهایی که این آدم در مورد شما داره اینه که شما شبیه به یه فرد نظیر جفت روحی هستین، کسی که خیلی عمیق با شما متصل به لحاظ روحی، مثل دو تیکه از پازل که کنار هم یه تصویر عاشقانه رو بتونن ایجاد بکنن. این آدم در مورد شما این شکلی تصور میکنه و خیلی از شما خوشش میاد و فکر میکنه که
با اینکه شاید هیچ وقت هم عقیده نشید یا شبیه به هم فکر نکنید. یعنی بچه‌ها ببینید جفت روحی بودن هم حالا یه عنوانیه که هر کسی در موردش تصوراتی رو داره که در مورد 20 نشانه از جفت روحی بودن در همین کانال ریدینگ وجود داره که بهتون پیشنهاد میدم حتما برید تماشا کنید. بچه محتویات این کانال فقط انرژی خوانی نیست، بعضی از موارد کاملا نشانه ها هستن. نشانه ها خیلی میتونه بهتون کمک میکنه. ریدینگ های مربوط به نشانه ها رو حتما سرچ کنید، دنبال کنید. این عنوان جفت روحی هست و 20 نشانه جفت روحی بودنتون رو اونجا بیان کردم. حالا برگردیم به انرژی خوانیتون. اینجا از پازل شدن احساسات داره صحبت میکنه و فکر میکنه که با اینکه بسیار دنیای متفاوتی دارید اما احساس میکنه که خیلی به لحاظ روحی اتصالات قوی باید بینتون برقرار باشه. اما اولین آیتم بعد از جریانی که از این تصویر بیرون کشیده شد ماه تولد مد نظر هست که به برج 3 یا خرداد داره اشاره میکنه. ببینید خرداد نشان دهنده عنصر هواست. خرداد، مهر، بهمن، یکی از این سه مورد اگر ماه تولدشه یا تحت تاثیر عنصر باد یا عنصر هوا قرار گرفته و خصلت اون خصوصیات رو داره میتونه که به اون فرد اشاره بکنه. حالا من ناپایدار بودن به لحاظ رفتاری رو ازش میتونم بگم خیلی پررنگه. یک مقداری از اون دست آدم هایی که تقریبا خیلی وفادار و امن به نظر نمیرسن، معمولا جلوی احساساتش رو میگیره و ترجیح میده منطقی باشه. اصطلاحاً سعی میکنه خیلی پاش رو هوا نباشه، یعنی قشنگ سعی کنه که منطقی فکر کنه، منطقی قدم برداره و جریان رو کاملا مدیریت بکنه. باهوشه، بسیار آدم کنجکاو یا بهتره بگم فضولیه، ولی از طرفی خیلی خصلت آدم‌های ناپایدار و نامتعادل رو داره. حتی توی پارت بعدی که از انرژی های این آدم داره به نمایش گذاشته میشه میتونم این رو بهتون بگم که این آدمه اگر که یه پیشینه ارتباطی باش داشته باشید شدیداً برای برگشت به ارتباط نیاز به کمک داره. حتی در واقع اون جریانی که توی دستشه مثل یه عکس نوشته یا شاید یه تابلویی که روش نوشته help me، یعنی به من کمک کن، من نیاز به کمک دارم، من آدمیم که نمیتونم عذرخواهی کنم، من آدمیم که سهم اشتباهم رو پذیرفتم ولی آدم اومدن و عذرخواهی کردن و ابراز پشیمونی کردن نیستم. یعنی باید این آدم رو بشناسید. حتی انگار بلد نیست، حالا غرورش یک طرف ماجراست، اما انگار از این رفتار اصلا نه خوشش میاد نه بلد این کارو بکنه و نیاز به کمک داره و حس میکنه که یک کمی ملایمت نشون دادن از جانب شما و حتی اگر بخواید که نیمچه قدمی به سمتش بردارید خودش بتونه یه گام بزرگ برای این آدم محسوب بشه که بتونه به سمتتون حرکت بکنه. این در مورد کسانی که واقعا یه پیشینه ارتباطی با هم داشتن. اما در مورد دوستانی که روی کراششون نیت کردن اصلا ذاتاً تا تردیدهاش که توی لاین قبل بود برطرف نشه و خیلی امیدواره که بتونه اونها رو برطرف بکنه حرکتی نخواهد کرد و اصلا رسما داره میگه من نیاز دارم که اول مطمئن بشم و بعد حرکت بکنم. متاسفانه یکی از جریان‌های خیلی خیلی ابهام برانگیز در این ارتباط به نظر من یا در این آدم اینه که با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. یعنی شاید از اون دست آدمایی که تا زمانی که شما نسبت بهش متمایل بودین در حال فرار کردن بود و در واقع زمانی که برعکس شد شما دیگه از این بدو خسته شدید و بیخیالش شدید تازه الان متوجه شده که ای داد بیداد دیگه دنبالم نیومد، بیخیالم شد. خب الان چه کار کنم؟ به من کمک کنید، من راهکاری برای این جریان ندارم. یعنی رسما داره تمام انرژی ها رو به این شکل نشون میده که من الان توی موقعیتی هم که دارم دنبالت میکنم، در بلا تکلیفی هم و دلیل اینکه همیشه ازت فرار میکردم این بود که تو برای من محدودیت میخواستی درست بکنی و من آدم تعهد و زیر بار مسئولیت رفتن نبودم و حس میکردم که داری دست و پای منو میبندی، مخصوصا برای روابطی که پیشینه‌ای داشتید، مخصوصا جریان‌های ارتباطی که به یه رابطه کات شده داره اشاره میکنه. خیلی این لاین میتونه که پررنگ شده باشه. ببینید بعضی از آدما
مثل همین فردی که راجبش داریم صحبت میکنیم از احساسات فرار میکنن، اصلا از احساس میترسن و آدمی که داره خودش رو به لحاظ احساسی وابسته نشون میده، به من زنگ بزن، دنبالم بیا، نمیدونم مرتبا به من پیام بده، تمام اینا براشون وحشتناکه و در این آدم این خصلت ها هست. یعنی نه زیاد دوست داره دنبال کسی بدوه، نه دوست داره کسی زیاد دنبالش بدوه. مخصوصا یکی از خصلت‌های این آدم در مورد این جریان میتونه این حالا موقعیت ماه تولد باشه که باز داره به آبان اشاره میکنه. اگر پارتنر آبان ماهی دارید یا اگر که به هر حال میتونه این آدم تحت تاثیر عنصری باشه که آبان هم درونش هست، مسلما خصلت‌های این عنصر رو میتونه شامل بشه. من این آدم رو تا حدود بسیار زیادی حسود میبینم، حتی آدمی که از درون میتونه خودش رو تخریب بکنه، یه حالت انرژی های خود ویرانگر داره، گاهی وقتا خیلی پرهیجانه، گاهی وقتا انقدر مقاومه که بیرحم دیده میشه و اینو شما باید بدونید. تیر، آبان، اسفند خصوصیات عنصر آب اینجا پررنگ شده که البته اگر که مخصوصا علل خصوص ماه آبان این پارتنر هست، این لاین میتونه خیلی بهش اختصاص پیدا بکنه. ولی من همیشه گفتم بچه‌ها یه سری ماها گفته میشه ولی باید خصوصیات شما بیشتر گوش بکنید، چون رایزینگ تولد میتونه بر مبنای انرژی های دیگری هم چیدمان شده باشه و خیلی مهمه که اینها رو در نظر بگیرید. اما توی قلب انرژی خانیتون این آدمه میدونید چه اعتراف احساسی داره انجام میده؟ میگه من لحظه‌ای که متوجه شدم که در یک نگاه به لحاظ عاطفی درگیرت شدم، به خودم احساس کردم که خب به همون اندازه که یهویی ایجاد شده میتونه یهویی هم از بین بره و یه جوری نگران شدم که مبادا این اتفاق تبدیل به یه جریان وسواسگونه در ذهن من بشه. دیدین یه وقتایی اتفاق میتونه تبدیل بشه به یه ماده مخدر که انگار شما رو به یه اعتیاد هدایت میکنه. میگه اولش فکر نمیکردم حقیقتش این اتفاق بخواد اینقدر برای من این جرقه‌ای که به لحاظ احساسی به وجود اومد پررنگ باشه، خیلی بخواد اتفاق ویژه‌ای محسوب بشه و فکر میکردم حالا شاید تحت تاثیر هورمون‌ها، اجرام آسمانی، موقعیت‌های متفاوت قرار گرفتم و احتمالاً به همون سرعتی که به وجود اومده خودش هم خود به خود ناپدید میشه. اما این ناپدید شدن اتفاق نیفتاد، بلکه سدی ایجاد شد بینتون، یعنی سدی ایجاد کرد بینتون که بتونه فاصله ایجاد بکنه، یعنی دیوار کشید و فاصله گرفت تا به خودش ثابت بکنه که این احساس یه هوس زودگذر یا یک جریان خیلی خیلی ساده و همیشگی بوده که تجربه شده و ممکنه خیلی زود هم از بین بره. در واقع اون چیزی که سعی داره بهتون بگه اینه که این آدم اگر مخصوصا ارتباطی در پیشینه ارتباط شما با این آدم وجود داشته به این شکل بوده که میگفته این رو بهتون، یا حتی مدلش اینجوری بوده که آدم درونگرایی بوده و دوست نداشته خیلی به محدوده خصوصیش تجاوز بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه دوست نداره پیام‌های رگباری دریافت کنه و رگباری هم جواب بده. دوست نداره دائم در تماس تلفنی باشه. دلش میخواد تنهایی‌های خاص خودش رو داشته باشه و اینو چون شما درک نمی‌کردید دیوار کشید و فاصله ایجاد کرد و این یکی از دلایل سرد شدن ارتباطتون میتونه بوده باشه. حالا من به اونم کاری ندارم. چیزی که سعی داره بگه اینه که بعد از اینکه این فاصله ایجاد شد و این آدم فکر کرد که با این فاصله و دور شدن از شما، حتی اگر کراشی هست که ارتباطی نبود و ترس این رو داشت که اگر که این احساس بخواد به یه اعتیاد تبدیل بشه چی، پاشو عقب کشید و نمیخواست زیر بار مسئولیت عشق بره. با این فاصله متوجه شد که اون استراحتی که فکر میکرد با ندیدن شما یا نداشتنتون یا نبودنتون میتونه اتفاق بیفته، حالشو خوب میکنه بیشتر نسبت به جریانها. حال این آدم میتونه بدتر هم شده باشه. چرا؟ چون این آدم دائما در رویای شما با یه دوست دارم خاصی داره به تصویر کشیده میشه. ما فردی رو داریم که در رویای بوسیدن شماست، یعنی در این اندازه میتونم بهتون بگم این اتفاق برای این آدم شیرینه، حتی اگر این برای بار اول باشه یا اصلا این اتفاق بینتون در گذشته افتاده و همچنان اون رویا در این آدم تکرار میشه. پس میتونیم بگیم که این آدم قطعا باید یه حس خیلی جذابی از دوست داشتن رو در مورد شما داشته باشه، ولی مثل یه راز پشت اون دیواری که در واقع پنهان شده
سعی داره که این احساس رو پنهان بکنه. این آدم قطعا احساساتش رو یا مدت هاست بیان نکرده یا هیچ وقت نگفته یا مدتی داره انکار میکنه. یکی از مواردی که در این ارتباط خیلی مشخص شکاف‌های ارتباطی هست که ریسک نزدیک شدنتون رو میتونه که تقریبا بالا برده باشه. یعنی که برای نزدیک شدن باید یک گام بزرگ برداشته باشه تا این فاصله از بین بره، تا این موانع از بین بره، تا اینکه به هر حال از محدوده امنتون بتونید خارج بشید و دست همدیگر رو بگیرید. این آدم داره میگه من برای اینکه بتونم ریسک بکنم، حقیقتا با اینکه در رویای تو دارم این وسط میسوزم، ولی ریسک این جریان میتونه حتی من رو بیشتر از قبل نگران بکنه. میترسه که اگر این کار رو بکنه اتفاقات ناخوشایندی بیفته. یعنی فکر میکنه عاقلانه تر اینه که هر کسی در جایگاه امن خودش باقی بمونه و زمانی حرکت کنیم که هیچ خطری وجود نداشته باشه. ولی خب هیچ تضمینی هم وجود نداره که زمانی به وجود بیاد که خطری وجود نداشته باشه. شاید هر ارتباطی خطرات خاص خودش رو داشته باشه، حالا از ممنوع بودن یه ارتباط گرفته تا یه ارتباط روتین ولی با وجود مخالفت‌های از سمت آدم‌های اطراف. چرا دارم این رو بهتون میگم؟ چون راجع به این آدم داره میگه آدم تاثیرپذیریه. ببینید انگار یه دستی مثل عروسک خیمه شب بازی داره این آدم رو مدیریت میکنه. قصد دارم بهتون چی بگم؟ خیلی به راحتی تحت تاثیر حرف دیگران قرار میگیره. یعنی به همین سادگی. میدونید یه دوست خیلی نزدیک، یه همکار خیلی نزدیک، یه نمیدونم یکی از اعضای خانواده که بهش خیلی نزدیک باشن، تحت تاثیر پدر، مادر، خواهر، برادر یا یه دوست صمیمی بودن و حرفها رو با دقت گوش کردن، حساس شدن و این آدم کاملا ذهنش قابلیت دستکاری شدن رو داره و تحت تاثیر حرف دیگران باعث میشه که بد قضاوت کنه، بد رفتار کنه، بی‌رحم بشه، خودخواه بشه و خب متاسفانه این خصلت رو داره. من حتی میتونم این رو بهتون بگم که از خصوصیت‌های دیگه این آدم به ماه اردیبهشت هم اشاره میکنه. اگر پارتنری دارید که اردیبهشت ماهی هست، آدمیه که 0 تا 100 عصبانیتش در کسی از ثانیه اتفاق میفته، دیر عصبانی میشه ولی خدا نکنه عصبانی بشه. حتی میتونم بهتون بگم این آدمه معمولاً آدمیه که ریسک پذیری خیلی پایینی داره، همونطوری که اون بالا داره به ما نشون میده. و باز هم اینجا باید تاکید بکنم که به هر حال چون عنصر هم میتونه غالب شده باشه، اردیبهشت شهریور دی میتونه که به این لاینمون حداقل اختصاص داشته باشه. ببینید یه چیزی رو بهتون بگم، هر لاینی که داره تفسیر میشه با یه ماه به خصوص هم که داره دیده میشه با کارت‌های اطراف میتونه خصوصیات اون اتفاق و اون جریان مربوط به شما باشه. به هر حال انرژی خانی جنرال هر بخشش میتونه برای هر کسی باشه. پس اگر ما ماهای متفاوت رو داریم باید ببینید که محدوده صحبتی من در اون ماها به چه شکلی بود و چه جریان و چه دلایلی برای حرکت نکردن این آدم احساسی میتونست که وجود داشته باشه. ولی خب به هر حال مثلا این لاین اگر اردیبهشت ماهی هست یا اصطلاحاً تحت تاثیر عنصر خاک اردیبهشت شهریور دی هست، بدونید این جریان کاملا این اتفاق رو داره رقم میزنه. مخصوصا اینکه این آدم معتقد شما در دوست داشتنش تنها نیستید و آدمیه که اصطلاحاً کراش العالمینه، همه روش کراش میزنن، خیلی جذابه، خیلی دوست داشتنیه و شاید یکی از دلایلی که تا الان کاری نکرده اینه که داره از جذاب بودنش لذت میبره و تحت تاثیر حرف دیگران مرتبا داره این رو تجربه میکنه که خب برای چه کاریه، بذارم اول بقیه موقعیت هام رو هم بسنجم و بعد حرکت بکنم. خب این آدمه الان توی شرایطی هم هست که مسلما به بهترین بودن، به خوب بودن، ویژه بودن، بی‌عیب بودن خیلی داره اهمیت میده و خیلی خصلت‌های مد نظرش رو داره در آدم‌ها سرچ میکنه. ولی خب باز هم به نظر من با توجه به این کارت و این کارت شما هنوز 10-0 از بقیه جلویید. چون من کاملا میبینم که این آدم با توجه به این کارت جذب شما شده و اون مجذوب بودنش کاملا از درونش و گرایشاتش و اشتیاقش پیداست و اون میلی که نسبت به شما داره با وجود تفاوت‌های بسیار زیادی که بین افرادی هست که نسبت بهش کراش دارن، ولی در شما خصلت‌هایی وجود داره که این آهنربا بهتون جذب میشه و نمیتونه اون رو انکار بکنه، حتی اگر رو در رو این رو کلاً بخواد بزنه زیرش و بگه ذاتاً اصلا همچین حسی وجود نداره.
اما اینکه این علامت سوال در ذهن این آدم وجود داره، یعنی من نیاز به فکر کردن دارم، بررسی کنم، محاسبه کنم، فکرامو بکنم، سبک سنگین کنم، ببینم بالاخره کار درستی هست نیست. به هر حال نمیشه صرفا ریسک کرد به راحتی و این آدم همون آدم ترسویی هست که همون ابتدای انرژی خوانی بهش اشاره کردم که مرتبا میخواد فکر کنه و فکر کنه و فکر کنه. به هر حال این آدم میگه من نمیتونم عجله کنم، حالا شاید چند سال داره این اتفاق رو تجربه میکنه یا چند ماه یا چند روز، ولی به هر حال میگه من زمان لازم دارم تا بتونم به جمع‌بندی برسم. تا این زمان به من داده نشه من نمیتونم جمع‌بندی کافی داشته باشم و خب دیگه چه کارش کنیم. و این بیش از اندازه فکر کردن باعث میشه اون ذهن به هم ریخته اون بالا رو میبینید درگیر و درگیرتر بشه. یعنی این آدم مرتبا با خودش فکر بکنه که با توجه به اینکه باید همه چیز رو بسنجم، موقعیت ها رو در نظر بگیرم، آبروم، حیثیتم، موقعیتم، نمیدونم خانوادم، افکار خانوادگی، کراشای دیگم، خلاصه که داستان زیاد داره و باعث میشه به جای اینکه عمل بکنه به بیش از اندازه فکر کردن هم اعتیاد پیدا بکنه. از اعتیاد صحبت کردم، این آدم میتونه یه خصلت اعتیادگونه بد رو در خودش داشته باشه، حالا کمی بد تا خیلی بد، میتونه این جریان متفاوت باشه. چرا دارم اینو بهتون میگم؟ چون ببینید ذهن این آدم درگیر یا قمار یا گیم یا نمیدونم دارو یا مشروبات الکلی و سیگارو. ببینید میخوام بهتون بگم اگر خصلت‌هایی وجود داره که اعتیاد رو نشون بده، میتونه به یکی از اینها اشاره بکنه که از حداقل‌ها تا حداکثرها رو شامل میشه. اگر اینها نباشه هم میتونه از اون دست آدم‌هایی باشه که خصلت‌های بدی نظیر اخلاق بد یا بیش از اندازه رکگو بودن، تلخ بودن، بیرحم بودن یا هر چیزی شبیه به این رو اعتیادگونه داشته باشه، یا همون خصلت‌های خساست که میتونه اون هم یه اعتیاد خیلی ترسناک باشه. اما در آخر به خصوصیات مرداد ماهی‌ها اشاره میکنه. عنصر آتش رو ما اینجا غالب داریم در این لاین، مخصوصا این لاین اگر این خصوصیاتی که بهتون گفتم در این فرد وجود داره، میتونه که به این فرد به خصوص شما اشاره کنه. انقدر این آدم مغروره، انقدر آدم به ظاهر مسلط و با اعتماد به نفس بالاییه که اگر حس کنه ذره توسط شما مورد بی‌توجهی واقعی قرار گرفته باشه، مخصوصا اگر هنوز در مرحله کراش هستید، خیلی راحت میتونه بدین پیشنهادات دیگه هم فکر کنه. یعنی تا این اندازه میتونه بی‌رحم هم باشه، ولی اگر واقعا دلبستگی واقعی رو از جانب شما هم احساس بکنه، این جریان میتونه که به اتصالات پررنگتری ختم بشود. از جریان هایی که صحبت کردم میتونم تمام اون خصلت هایی که توضیح دادم رو به این شکل بیان بکنم که این فرد با توجه به ماه تولد، خصلت های ظاهری که در موردش گفته شد، میتونه که حرف سین، حرف ی، حرف میم رو توی اسمش، فامیلش و یا به هر حال هر دو داشته باشه. یه سری حروف اسمی دیگه، حرف ر، حرف الف هست و دیگه ببینم حرف ه. این حروف اسمی کاملا در انرژی ها دیده میشه که حالا میتونه توی هر کدوم از شرایطی که باشه به این ارتباط و این فرد مرتبط باشه. امیدوارم اون چیزی که باید به گوشتون میرسید و دریافت کرده باشید. صمیمانه خوشحال میشم نظراتتون رو برام بنویسید و قطعا میخونم. موضوعات بعدی، جریان های مورد سوالتون، دوست دارید که جز انرژی خوانی ها به چه چیزهایی پرداخته بشه، پاکسازی ها، نشانه های کائنات و هر چیزی که دوست دارید برام بنویسید تا بهش در لینک های بعدی پرداخته بشه. برید یه نوشیدنی محبوبتون رو نوش جان بکنید، کمی استراحت کنید تا دقایق دیگه در کانال اولمون در وضعیت مرتبط ریدینگ احساسی در خدمتتون خواهم بود. در مدار نور باشید. خدا نگهدارتون.